در روسیه یکی از پیشواهای مخالفین الکسی ناوالنی که با جرم تشکیل جمع آمدی بدون اجازت به مدت 15 روز حبس شده بود به آزادی برآمد. ناوالنی تاکید کرده است که مخالفتش به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را ادامه خواهد داد. ناوالنی میگوید او میخواهد از قبر همپیمان و دوستش بوریس نیمچوف که هفته گذشته در نزد کرمل به قتل رسید زیارت کند. در تاجیکستان پایینشوی قرب سامانی در مقابل دلار ایالات متحده آمریکا دوام دارد. روز جمعه در صرافی‌های دوشنبه $1 به مبلغ 6 سامانی و 12 دیرم به فروش می رفت. در 6 ماه اخیر سامانی در مقابل دلار 20% قربش را از دست داده است. به قول اقتصاددانها یکی از سبب‌های ضعف سامانی بحران اقتصادی در روسیه است که باعث کاهش ارسال مبلغ از سوی مهاجران کاری تاجیک گردیده است. در مرز عراق و سوریه ده‌ها عائله عرب‌های عراقی جمع شدند. آنها در آغاز برخوردهای مسلحانه به شمال سوریه فرار کرده بودند و حالا می‌خواهند به عراق برگردند. ولی روز پنجشنبه نیروهای امنیتی کردهای عراقی به فراریانی که در شهر مرزی ربیعه جمع شده بودند اجازت بازگشت به شمال عراق را ندادند. در دوام 14 ماه گذشته از زمانی که برخوردهای مسلحانه میان قشون پیشمرگه‌های کرد و سلاح به دستان گروه دولت اسلامی آغاز یافته‌اند، صدها هزار عراقی از مکان دائمی زیستشان فرار کرده‌اند. در قرقیزستان نمایشگاه عکس‌های زنان اشتراکچی جنگ دوم جهانی افتتاح یافت که به 70مین سالگرد پایان این جنگ بخشیده شده است. نمایشگاه تا 12 اپریل زیر سرپرستی مرکز فرهنگی روسیه ادامه خواهد کرد.